ولسیانی از پای بازیکن حریف بازی میگیره. رضا محمود آبادی بود که جای تک توپو گرفتن. توپ در اختیار علی طاهرانه، میبره به سمت راست. پاپی اون ضربه که میاد به سمت دروازه و توپ از کنار دروازه. ارسال بلند دیگه اونجا، موقعیت برای پرسپولیس. لوکاس شو به تیر دروازه توپ برخورد میکنه. فرشاد احمدزاده ضربه سر لوکاس شو و در نهایت تیر دروازه که ناجیه تیم چادر ملو تیم چادر ملو شد. یه ارسال بلند و توپ بازم به تیر خورد. توپا رو بلند ارسال کنن که اینجوری. حالا صحنه رو با هم دیگه ببینیم. توپ به تیر خورد، برگشت داده شد. لوکاس شو هم نتونست تو تاثیر بذاره. ایوب املود توپ اولشون اصلا خط رد شد یا نه اصلا خط رد نشد و گئورگی ولسیانی. علی پور